Church for Afghanistan is a vision of hope for the people of Afghanistan, using virtual production technology to bypass obstacles, sharing faith in the country. It offers a culturally relevant witness by bringing together Afghan believers from different locations and placing them as if it actually together in an authentic Afghan setting, envisioning viewers with what a church in Kabul could look like. Church for Afghanistan is introducing viewers to the gospel, addressing people's emotional and psychological needs, and giving a platform to silenced voices. We have brought new female presenters and guests into the program. Sister Helen leads a teaching series exploring powerful female figures in the Bible, women who showed faith, courage, and leadership. These stories connect deeply with Afghan women watching from their homes, often in secret. Dr. Tina, a trained psychologist, speaks directly to the trauma many Afghans carry, especially the mental, emotional, and spiritual wounds caused by violence, loss, and fear. She offers professional advice with compassion and empathy, grounded in Christian hope. When Afghan Christian women stand and speak on Church for Afghanistan, it's not just a broadcast. It's a bold declaration of faith. It's a proclamation of dignity and equality. It's a beacon, a signal to Afghan women everywhere. You are seen, you are heard, and you have a voice in the kingdom of God. Kamran, one of our presenters in the program, will share his story and journey in Church for Afghanistan with you. من کامران اجازی هستم. از کشور افغانستان 8 سال میشه ایماندار هستم و به خاطر ایمانم مجبور شدم از افغانستان فرار کنم. خدا رو شکر میکنم برای شبکه 107 پارس که این شرایط برای ما فراهم کرد که بتونیم از طریق برنامه کلیسا برای افغانستان، پیج کلیسا برای افغانستان به هموطنان خودمان خدمت کنیم. آمین. من همه روزه با هموطنانم در افغانستان از طریق پیج کلیسا برای افغانستان در ارتباط هستم. صحبت میکنیم، دعا میکنیم و از نیازها و درخواستهای آنها آگاه هستم. خداوند برای مردم افغانستان نقشه‌های بسیار بزرگ دارد. در این شرایط سخت همه روزه تعداد ایمانداران در افغانستان رو به افزایش است. آمین. و در آخر با ایمان و توکل به خداوند مطمئن هستم که این برنامه تولید خواهد شد و همه روزه تعداد ایمانداران در افغانستان رو به افزایش خواهد شد و قلبشان را میان به عیسی مسیح میدن و نجات دریافت خواهند کرد. آمین. سلام، من فاطمه هستم از افغانستان. شماره واتساپتان را از برنامه تلویزیونی دریافت نمودم. از آنجا که در زمان حکومت طالبان محدودیت زیاد شده، من هم که میخواهم درباره دین مسیحیت معلومات دریافت کنم، دچار مشکل شدم. چون امکانات زیادی وجود ندارد تا در مورد مسیحیت معلومات خوب و دقیقی دریافت کنم. لذا به کمک شما نیازمند هستم. با تشکر، فاطمه. این اولین قدمی بود که فاطمه برای ارتباط با ما برداشت و در این اثنا براش کتاب‌هایی فرستادیم مثل مسیحیت چیست و ترجمه فارسی کتاب مقدس و این شروع مشارکت ما با فاطمه شد. فاطمه تشنه شناخت مسیحیت هست و همچنین علاقه‌مند بود در کلاس‌های آنلاین زوم شرکت کنه و ما این امکان رو براش فراهم کردیم تا در کنار ما از تعلیمات پایه‌ای تا پیشرفته کتاب مقدس بهره مند بشه. فاطمه گاهی هم از طریق فیسبوک برنامه شبکه رو دنبال میکنه، البته هر وقت که اینترنت اجازه بده. خیلی ها در افغانستان قلب های تشنه و مشتاقی برای شنیدن حقیقت دارن و فاطمه یکی از اونهاست و ما با قلبی مشتاق در کنارشون هستیم و با پاسخگویی به سوالاتشون، مشارکت از طریق زوم، دعا برای اونها و وقت شخصی که براشون میذاریم شاید بتونیم گوشه ای از تنهایی و انزوای اونها رو پر کنیم و بهشون بگیم که تنها نیستن.